دوستان سلام، وقت شما بخیر و شادی. حمیدرضا سهراب هستم و قصد دارم در خصوص یک اشتباه مفهومی و غلط مصطلح و متاسفانه رایج در صنعت و وبسایت‌ها در خصوص بهره‌وری و ارتباط اون با شاخص‌های کارایی و اثربخشی برای شما عزیزان صحبت کنم. که متاسفانه موضوعی که مطرح میشه این هستش که بهره‌وری برابر است با مجموع یا حاصل جمع کارایی و اثربخشی و یا اینکه گاهی اوقات واژه کارایی رو حتی با عنوان بهره‌وری در نظر میگیریم که هر دو اینها اشتباه هستند. چرا که کارایی یکی از مؤلفه‌ها و شاخصه‌های بهره‌وری هست و موضوع دومی که کارایی و اثربخشی دو شاخصه و مؤلفه جداگانه و از جنس متفاوت هستند. مثل اینکه ما بخوایم کیلوگرم و سانتی متر رو با هم جمع بزنیم و از اون استفاده کنیم. پس این رو مد نظر داشته باشید که بهره‌وری حاصل جمع کارایی و اثربخشی نیست. آقای استیفن رابینز بهره‌وری رو مجموعه‌ای از کارایی و اثربخشی می‌دونن. مجموعه‌ای نه مجموع. به عبارتی ایشون بهره‌وری رو تلفیقی از کارا بودن و اثربخش بودن در نظر می‌گیرن که این موضوع کاملا درسته، اما به اشتباه متاسفانه اغلب افراد در حوزه صنعت و حتی آموزش و مشاوره این رو به اشتباه به عنوان مجموع یا حاصل جمع در نظر می‌گیرن که در مورد اشتباه بودن این موضوع صحبت کرد. اما سوال این هستش که پس ارتباط صحیح کارایی و اثربخشی با بهره‌وری به چه صورت است؟ بهره‌وری عبارت است از دو مؤلفه اساسی کارایی یا efficiency و اثربخشی یا effectiveness که از حاصل ضرب این دو مؤلفه و شاخصه میزان بهره‌وری یا productivity به دست میاد. پس اگه ما میخوایم جای بهره‌وری رو برای افراد یا کارکنان سازمان به دست بیاریم، بایستی میزان کارایی رو در میزان اثربخشی ضرب کنیم و از حاصل ضرب اونها میزان بهره‌وری رو به دست بیاریم. حالا اینکه تعریف کارایی، تعریف اثربخشی و بهره‌وری و روش اندازه‌گیری اونها به چه صورت هست، به توضیحات بیشتر و مفصل‌تری نیاز داره که بعداً میتونیم به اون بپردازیم. ممنونم از شما، دوستتون دارم، شاد باشید و پایدار و بدرخشید.